بچه‌ها رسیدیم. پس این باغتون کو داداش؟ همینجاست دیگه. یعنی چی اینجاست؟ خب الان کجا بریم تولد بگیریم واسه من؟ تولد نمیدونم ولی این باغ ماه دیگه. مرتی که یه سال ما رو سر کار گذاشتی باغ داریم از این باغا داشتی تو. داداش اون عصبی نشو، ما یه خونه خالی داریم، یه ساعت راه، هیچ کی هم کاری نداره، میریم اونجا تولدو میگیریم. دمت گرم داشت جبران میکنم، فقط سری سوار شیم بریم کیک آب شد. به خدا خفت میکنم، ما رو واقعا آوردی خونه خالی. بدبخت شدم، تولدم خراب شد. آقا سلام، یه آگهی گذاشتید ویلاتون خالی الان؟ داداش یه مشتری که میخواد پول بزنه، ولی اگه شما زودتر بزنی من برای شما نگه میدارم. خب نه شماره کارت بدید من سری واریز میکنم، لوکیشن هم برامون بفرستید. مرسی. بچه‌ها برید ویلا گرفت. اینجا که چیزی نیست. لوکیشن همینجا رو داده. زنگ بزن یه لوکیشن دقیق بگیر. الو آقا این لوکیشنی که من کلاهبردارم بابا، نفهمیدی لوکیشن الکی دادم. اکه حیف. خب چرا از جاجیگا ویلا رو رزرو نکردی؟ چرا زودتر نگفتید اینو؟ چرا به ذهن خودم نرسیده بود جاجیگا؟ به به بالاخره بعد این همه دربدری به اون ویلایی که می‌خواستیم رسیدیم. بابا کاش همون اول از جاجیگا می‌گرفتیم ویلا رو. بیلیاردو جون دوپلکس تر و تمیز. بچه‌ها پاشید سری تولدو بگیریم، دیر شد. پاشید. تولدت من فقط میخواستم به اینجا برسه که مطمئن بشم تو روز تولد من یادت نیست. الکی گفتم این روز تولدمه، چرا یادت نبود؟ کثافت احمق، دیگه اسم من نمیاری یا؟ تو خراب کردی همه چیزو خودت، تویی که زدی زیر